چطوری؟ اگه نمیشناسی که هجیر هستم، این هم یوتیوب چنل منه. اگه دوست داری میتونی بری ویدیوهای دیگه رو نگاه کنی. خب اینجا نزدیک میشیم به سر سال نو و اینجا یه بازارچه‌های کریسمسی احداث میشه نزدیک های سال نو به اسم همون وایناختسمارکت یا به زبان آلمانی یا بازارچه‌های کریسمسی که 20-25 روز مونده به کریسمس، نه سال نو، کریسمس میان اینا رو احداث میکنن، یه غرفه هایی میسازن، خیلی قشنگ میکنن شهر رو، بعد نورانی میشه، بعد پر از خوردنی های داغ و گرم و نوشیدنی و همه چی که تو این شبای سرد مثلا زمستونی اینجا خیلی حال هوای جالبی به شهر میده. حالا من مهسا نامزدم 2 سال اومده اینجا و پارسال تو این حال هوای این دوره اینجا نبوده، ایران بوده. به خاطر همین برای اولین تجربه فکر کردیم خیلی باحاله که بریم اونجا یه ولاگ تهیه کنیم به عنوان کسی که اولین بارشه همچین چیزی رو تجربه میکنه. بهش هم گفتم تو برو جلو، من فقط ویدیو میگیرم و هر چی که دوست داری خودت بپرس، هر چی که دوست داری خودت تجربهشو به دست بیار و امتحان کن و ببین چطوری حال هوا. حالا ما ویدیو گرفتیم، دوست داشتیم شما با ما باشید، این حال هوا رو با ما تجربه کنید. خیلی باحال شده. بریم ولاگ رو با هم دیگه ببینیم. راستی تا اینجا که اومدی وقتی هم ازت نمیگیره دکمه سابسکرایب رو بزن دیگه، بزن، خوشحال کن ما رو. دمت گرم. بریم سر وقت ویدیو. ما الان اومدیم بازارچه، بریم ببینیم چیا داره. چقدر شلوغه اینجا، خیلی شلوغه. گوشته همشون خوکه، همشون. آهان اینجا شراب داغه، شراب داغ دارن. ولی الان نه، الان زوده. بریم جلوتر. تحمل میکنم با اینکه سخته. بریم جلوتر. سیب زمینی من کم کم داره گوشنم میشه. فکر کنم اشتباه کردم اون اول گوشتا رو نگرفتم. البته گوشتا خوب کم بشه، گوشتم شد. شکلات میخوام. آره فکر کنم دستازه. همه شوبه. از اونجایی که من عاشق شمعم ببریم شمعای رنگارنگ. چقدر خوشگلن، چقدر خوشگلن. هرچی گوشی میبینی اینا رو، چقدر خوشگلن. اینو ببین به عنوان نمونه کار خودش هم پوشیده. نمونه کار.
گشنش میشه، گشنمه. ببینیم واین داغ چجوریه، امتحان کنید. با دست آقا یخ زده نمیتونم توتون بخورم. واسه صدای کلیسا میاد. خیلی خوشمزه است، خیلی خوش. بعد تو این هوای سرد خیلی میچسبه. لیوانی 2 یورو از من بیشتر گرفتم. بعد ما اینو برمیگردونیم میشه 4 یورو. هجی بیبریم یه سیب زمینی هم مخصوص بخوریم. وای اینه چه خوشگله. شلوغه گمت نکنه. Bitte schön. Danke. Und eine kleine reichen. تا الان دیگه تو شهر بودیم و مارکت شهر رو دیدیم. الان میخوام ببرم تو یه جای باحال. تا الانش دیگه رفتیم تو مارکت توی شهر. الان میخوایم بریم یه سری بزنیم به یه جای باحال، یه جایی که شبیه کمپای جنگلی میمونه. اینجا خیلی تاریکه. یه حالتی با درختای کاج درست کردن، یه ارتفاعی بهش دادن که تا سر آدما میاد و اینجا همیشه شلوغ میشه. خیلی باحال جوش. اینجا هم همش مثل بقیه مارک دارن گلوواین میفروشن و گلوبیا یا همون شراب داغ و آبجوی داغ و اینجور چیزا رو دارن سرو میکنن. اینجا پر آدمه. الان از جنگل اومدیم بیرون. خب یه چیزی که راجع به وایناخسمارکت یا بازارچه‌های کریسمسی هستش اینه که از خیلی از فرهنگ‌های مختلف میان توی هر شهری اینجا غرفه دارن و یه سری صنایع دستی میارن میفروشن. الان میریم به بخشی که مورد علاقه خود منه. من اسمش رو گذاشتم بخش وایکینگا، یا از کشور اسکاندیناوی میان اینجا که به خودشون بهش میگن که بخش اسکاندیناوی. یه سری غرفه دارن، صنایع دستی اونجا رو دارن میفروشن اینجا و خیلی باحاله. یه سری بازیایی هم از اونجا آوردن که خیلی خفنه و اجرا میکنن. سردته؟ الان میریم بذار برات قارش بگیرم گرم شه. نه واقعا باور نمی‌کنی؟ الان بیا. واقعا. بیا. چقدر دستت گرفت؟ 7 یورو. هر اساس ساده بریم سساش اینجا و نگاه کن ببین چیه داره. نوشته که این کویت
سس سویا داره، سس سیر داره و سس سبزیجات. سس سیرش از هم محبوب تره. کم بردارم. میخوای مخلوط بریزم؟ نه مخلوطش نه. یخ زده نمیاد. الان سوسش رو تموم میکنم. بزن بر بدن گرم شد. خیلی نون بزرگ. چنگال بر نداشتی از اونجا. بدون چنگال نمیشه اینو خورد. بردار. چنگال بردار بیا. داری یخ میزنی. داغ حواست باشه. بیا منم میخوایم مثل شامای عروسی. فیلم عروسی رو بگیر. خیلی خوبه. حاجی نگاه کن این فال میگیره. اجازه نداریم فکر کنم توش رو فیلم برداری کنی، ولی یه آقای نشسته داره خانم فالش رو میگه. با اینا گردنبند درست میکنن، یعنی مثلا میتونه اینو انتخاب کنی یکی از این سنگا رو، بعد باشون میتونی یکی گردنبند درست کنن. اینجا همون بخشی که بهتون گفتم، یه چند تا غرفه دارن که از اسکاندیناوی کشور وایکینگی اومده، بقیه‌اش هم برمیگرده به فرهنگ خیلی قدیمی خود آلمانا و ساکسونا و کلا چیزایی که توی خیلی زمانه خیلی قدیم اینجا داشتن، توی از نوناشون، چه از بازیاشون، چه از لباساشون و صنایع دستیشون. لازم میشه. اینم برای ماهی دودیه که البته مردم اینجا ماهی میستن خودشون گرم میکنن. این سبک از ماهی دودی برمیگرده به کشور فنلاند. برگشتیم سر جا اولم. شارژ دوربینمون هم تموم شد، بقیه‌اش رو داریم با گوشی میگیریم. ولی خب مارک هم تموم شد. همه چی شد تا اون جایی که میشد. فکر کنم دیگه دیدید همه با هم. ما یه هویی اومدیم اینجا، خیلی تجربه باحالی بود، خیلی خوشحال بودیم که با ما بودید و مرسی که همراهی کردید. لایک و سابسکرایب کامنت هم یادتون نره. از سمت من خدافظ.